علی و عبدالرحمن جان سالم تندرست همراه علی خاندانشو حفظ کنند. پدر بالای سرشو همچون ناصح نگه می‌دارند. واقعا ماه شریف رمضان ماه جوان مردو هست، ماه مردای غیور است، ماه شخصایی است که دعوای بندگی خدا میکنند، دعوای امتی رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنند. ماه امتحان ازیدی است. اوخ بشارت از این بیشتر میشود که در حدیث اومده است، امام مسلم روایت میکند از رسول گرامی صلی الله علیه و سلم که حضرت بشارت داد، گفت کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنة بعشر امثالها الى 700 ضعف. هر عمل فرزند آدم ثوابش به مراتب هست. در اخبار اومده است برای یک کار خیر انسان از 10 تا 700 ثواب میتونه که کسب کنه. و حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم در ادامهش قول خداوند یعنی حدیث قدسی را آورد، گفت قال الله تعالی الا صیام فانه لی و انا اجزی به. میگه خداوند متعال فرمود که مگر روزه ماه شریف رمضان، این روزه را بنده به خاطر من میگیره، پاداش این را از 10 تا 700 حساب نکنه. پاداش و مزد و مکافات بنده روزدار در ذمه منه. قسم به الله دیگه از این بشارت بالاتر و بالاتر نمیشود. وعده از این بزرگتر شده نمیتونه. خداونده که احکم الحاکمین است، بشارت داده است. خداونده که در خبر اومده است که میگه یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فاعطیت کل انسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي الا کما ینقص المخیط اذا ادخل البحر. ای بندگان من، میگه الله ذوالجلال و الاکرام، همه شما از ابتدا تا انتها، از زمان آدم علیه السلام تا روز قیامت، تمام انسان ها، تمام جن ها، همه مردا، همه زنا، همه طفل و کودکا، همه در یک موضع همه جمع شوی. هر کس چند قیه که دهنش میبره از من طلب کنه. با هر کس همون طلبی میکردگیش هم بتم این انسان چشمش به دنیا سر نمیشوه. با هر کس میگه همون هرچی امید و ارزو و طلب داره اگر بتم از ملک من همون مقدار کم میشود که تصور کنه که یا سوزن میگیری در آب اقیانوس همیتا میزنی. اگر هم سوزن از همون آب اقیانوس چند قدر بهره میگیره، یعنی هیچی کم نمیشود، یک سری خس کم نمیشود. این ماه انمی خیلی ماه بزرگه. خشا به حال روزدارای ماه شریف رمضان، خشا به حال این جوان مردایی که به قدر این ماه میرسند. انا ماه امتحانه. دعوا میکنی من الحمدلله بنده الله هستم، الحمدلله امتی رسول الله صلی الله علیه و سلم هستم. مردی اثبات کن، بندگی تا اثبات کن، امتی تا اثبات کن. یک از زنگ میزنه دوملو همین روز چخیله که تشنه شیدم، روزم ها بخورم چکو میکنم. تا دراوگری نه، مردی کاری نه، اوخی خونت پری گردم که اوخی روزه دا که تشنه نمونی و گشنه نشای. از کجای حکمت روزه و امتحان روزه حاصل بشود؟ شرم نمیداری؟ در همین ماهی که تمام شیطان و جین همه فتنگرها همه زنجیر پیچن و وقتی تو یه نفسی پلید اختا کنترل کرده نمیتونی، بعد رمضان از کجا دیگه قضایی را گرفته نمیتونی؟ اما چه مردک شه. قسم به الله ما زمانای را یاد داریم که کلخوزچو در صحرا پخته میچیندن و روزدار بدن. زمانای را یاد داریم که مردم درو میکردن و روزدار بدن، نوبتی پوده میرفتن و روزدار بدن. ایماناشو قوی تر بود، چی گپ بود. غرض از امتحان همیه که خداوند بنده را امتحان میکنه و با موافق همون غیرت و همتش با هم بنده انشالله نعمتش عنایت میکنه. خدا رحمت کنه. حضرت مولوی را قصه میکنه، میگه رفت یک صوفی به لشکر در غزا. یک صوفی هر روز همراه لشکر اسلامی جنگ میره و اکبر ضد کفار. ناگهان آمد قطاریق و وغا. همین وقت یک که گفتن که دشمن پیدا شد، لشکر دشمن. فارسان راندن تا صف مساف. مان صوفی با نو خیمه و زعاف. مردای خدا دیگه اسب قمچین کرده و تکبیر گفته خشونه در دشمن رسوندن. ای صوفی قطعی اونم خیمه ها و زنک ها و گودک ها مان. مسکلان خاک بر جا ماندند،
سابقون از سابقون در راندند، جنگ ها کرده مظفر آمدند، بازگشته با غنایم سودمند، رفتن لشکر دشمن شکست دادند، غنیمت جنگی بسیار گرفتند، با سری بلند و آبرو و عزت برگشتند اومدند. این صوفی قضیه و کمپیرکا و زنکا موند است داخل در خیمگاه. ارمغان دادند که صوفی تو نیست. بعضی هدیه آوردن که ترم خیلی که معرکه قفا مونده بین امیره بگی او برون انداخت نستد هیچ چیز. این مرده که دماغش سوخته قهرش کرد گریب و قهرم و هدیه را مرا پرتافت. پس گفتندش که خشمینی چرا؟ گفت من محروم ماندم از غذا. گفتند ای بچه چی دماغت سوختگی قهر کرده؟ گفت شما نامرد بدستی، شما مرا خبر نکرده چی واقعه خطو زده رفته، من همه ثواب موندم، همیشه خطی زنکا و گودکا موندم. هر قدر که ملاطفت کردن دوستی کردن قبول نمیکنه، قطعی جو گپ نمیزنه. پس گفتندش که آوردیم اسیر، اون یکی را بهر کشتن تو بگیر. گفتن خیلی بسیار زیق نشه، همینجا در بین اسیرا یک کثافت خون مسلمان زیاد در گردن شای، این را حکم قتلش واجب شدگی ای. انا بی پریگوارت اسپانیات که این همی را بر این حکم قتلش واجب بیاخه، این همی برای ترا میشه گویا در جنگ شرکت کرده. برد صوفی آن اسیری بسته را در پس خرگه که تا آرد غذا. دیر ماند آن صوفی آنجا با اسیر، قوم گفتند دیر ماند آنجا فقیر. گرفت بردش پشت خرگه، یک ساعت گذشته است اهنه که بیاید. بچه گفتند این چی درد داره؟ این دیر ایبت کرد. اون یکی رفت در تفحص در پیش، دید کافر رو به بالای ویش، دست بسته خود همه خواهید او اثر استیزه صوفی رو گلو. یک آدم کفا اومد که صوفی به تخته پشت خواه، همون اسیری که هم پوهش بستگی هم دستاش کفا در بالای صوفی برمده، دیگه هیچی نداره، به همین دندانش گلوی همین صوفی را خویده است. نبین نیم کشتش کرده با دندان اسیر، ریش او پرخون ز حلق آن فقیر. غازیان کشتند کافر را به تیغ، هم در آن ساعت ز حمیت بی‌دریغ. نگاه کرده قریب نیم کشتش کرده، اما اسیری که خودش قریب مرده است، دست پوچوش بستگی هم قیخ خویده قرتق شکی، ریشش در خون علاقه گم شدگی. با کشتنش بر رخ صوفی زدن آب و گلاب، تا به خود آمد زی بخیشی و خواب. چشم بکشاد چون بدید آن قوم را، پس بگفتندش که چون بود ماجرا؟ یه وقت چشماش آوی کرد، دید مردم در بالای سرش جمع شدگی و گفتند بچه چی گپ شد؟ چیکار کردی تو؟ گفت چون قصدی سرش کردم به خشم، طرفه در من بینگرید آن شوخ چشم. چشم رو وا کرد پهن و سوی من، چشم گردانید شد هوشم زی تن. خونه سوخته را گفت نو گرفته و آوردم، گفتم پریگوار اسپانیات کنم که همین چشماشو علاقه طرفم یا وع گفت خوشم رفته است، همین قشم میدونم. ترسیدم دیگه، همون خوشم رفته غلطیدم. پس بگفتندش با پیکار و نبرد، با چنین زهره که تو داری مگر نه شگری چه؟ و گفتم به همین غیرتت با تو دعوا داری که مرا قطعی تو نبرده جنگ؟ از اسیر نیم کشته بسته دست، این چنین بیهوش افتاده و پست. پس میان حمله شیران نر، که بود با تیغشان چنگوی سر. چون توانی کرد در خون آشنا؟ تو بدبخت یک اسیری که دست پاش بستگی نیم کشته با یک وعستی او تلخت کفید هشت رفت. اوخی در بین جنگ هر یک شیری نرایی که تیغ در دستش مثل که گوی چوگان بازی میکنن، خیلی با کلاها بازی میکنن. تو چه خیلی غیرت داری در جنگ اشتراک کنی؟ چون توانی کرد با خون آشنا، چنهی با جنگ مردان آشنا. تو مردی جنگ نبودی، هیچ وقت آرزو نکن. و حضرت مولوی نصیحت میکنه این همی بی غیرت ها و بی جرأت هایی را که در ماه شریف رمضان حتی جرأت ندارن که روزه خدا را بگیرن اگر چند سالم تندرست هستند. حضرت میگه همچه تو که از دستی نفسی بستده است، این چنین بهوش افتادی و پست. آقا بدبخت میگه من همی قصه تر کرده استم. خبر اومده است پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بشارت داده است که اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنه و غلقت ابواب النار و صفدت الشیاطین ای سلسله شیاطین. وقتی ماه شریف رمضان میآید
ба амри парвардигор дарҳои ҷаннат кушода мешаванд, дарҳои дӯзах баста мешаванд ва тамоми шайтонҳои васвасаангезу зиёнрасон ба амри парвардигор занҷирпеч мешаванд. оя шайтони занҷирпеч ита аҳволта бад мекуна, баъди рамазон ӯ хонасӯхта озодай ихтиёраш дар дасти худ ҷарраста мебирорад, мемонад. душмани роҳи худоро хор дор, дузро минбар манеҳ, бардор дор. ой душмани роҳи худо, ай нафси палид, ира хорш ку. ай ҳами як сол да як моҳ ба амри парвардигор ҳами нафси худа контрол накунӣ. ай чӣ ҷон мардӣ дорӣ ту? чӣ даъвои ғайрату ҳиммат дорӣ? гарна банди дасти ӯ дасти ту баст, гарна пояш бишканӣ поят шикаст. дастшаки набасти ба яқин бидон канам то даста мебанда, пошаки нашикасти пота мешкана, маибу маслухат мекуна. ҳазрат саллаллоҳу алайҳи васалам башорат додааст: ман сома явман фи сабилиллоҳ боъада аллоҳу ваҷҳаҳу ани нор 70 харифо. ҳар касе ба хотири аллоҳ як рӯз рӯза мегирад, як рӯз, худованди бандаро аз оташи ҷаҳаннам 70 солара дур нигаҳ медорад. оҳо мусулмоне ки як моҳ ба хотири аллоҳ рӯза бигира, медоне ки чӣ дараҷаву манзалате дорад. парвардигоро моҳи бузурга барои ҷамии бандагони воқеит, аз барои ҷамии умматони воқеии ҳабибат Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам моҳи муборак, моҳи нузули раҳмат, моҳи иҷобати дуо, моҳи зиёд шудани ризқу рӯзӣ, моҳи омурзиши гуноҳҳо қарор деҳ. худовандо дар ин манзил, дар ин маҳфил, дар хонадони бародарое ки дар ин маҳфили хайр ширкат доранд, файзу баракоту футуҳоту хайроти хешро нозил фармо. роббано отина фи дунё ҳасана ва фил охирати ҳасана ва қина азобан нор. амин.